همه از قبر میترسیم، اما یک نفر از قبر نمیترسه، اونی که توشه داره، اونی که آماده است. وقتی اجل بلال رسید رضی الله عنه در شام بود، یاران و دوستانش کنار نشسته بودن، اشک میریختند. گفت برای من گریه نکنید، برای خودتون گریه بکنید. من از روزی که دستم تو دست رسول الله صلی الله علیه وسلم گذاشتم، خلاف اون تعهد و بیعتم عمل نکردم. سبحان الله. از روزی که گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خلاف این تعهد عمل نکردم. و این جمله رو گفت غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. کافی است که من این جان رو تسلیم جان آفرین بکنم، همین کافی است که روحم از این کالبد